کاش هممون از بچگی میدونستیم که با روزی حداقل 30 دقیقه انجام همین تمرینات ورزشی ساده از شر چربی دور شکم و افتادگی برای همیشه راحت میشیم. پس اگر هنوزم دنبال راه میانبر، قرص و جراحی و راههای خطرناک برای لاغری هستی، بهت توصیه میکنم حتی یک بار هم شده همه اون راهها رو کنار بذار و این راهی که بهت نشون میدم و امتحان کن. اینطوری نه تنها لاغر میشی بلکه همیشه هم لاغر میمونی. همه آسیب‌هات مثل دیسک کمر، گردن، زانو دردت درمون میشه و دیگه آسیب نمیبینی چون همه عضلات بدنتو قوی میکنی. نه تنها از ورزش خسته نمیشی بلکه کلی شادابتر میشی و حداقل 20 سال از سنت جوانتر به نظر میرسی. و کلی تو هزینه‌های دکتر و دارو و درمان و زمانهایی که براش میذاری صرفه‌جویی میشه چون دیگه نیازی بهشون نداری. و دیگه اون زمانهای با ارزشی که در مطب دکتر و صفهای درمان هدر میدادی رو برای ورزش کردن و اون هزینه‌هاشو برای سفر کردنت خرج میکنی و هر غذایی که دوست داری و میخوری. حالا اگر تو هم میخوای بهترین مسیر لاغری و سلامتی رو تو زندگیت داشته باشی و همیشه شاداب و سلامت و خوشحال باشی، کلمه راه رو زیر این پست واسم کامنت کن تا مسیرشو برات بفرستم. ممنونم که لایک میکنی و بهم کلی انرژی میدی. این پست رو ذخیره کن و این تمرینات رو طبق دستور توی کپشن انجام بده و این پست رو بفرست واسه همه اون عزیزانت که دوست داری سالم و سلامت زندگی کنن.